سلام بچه ها، خیلی خیلی خوش اومدیم به اولین ریاکت از چنل بنده و قرار با هم دیگه بریم به یه پروژه خفن از چنل امیر موفق ریاکت بریم و اینکه حالا در ادامه توضیحاتی رو بهتون میدم. فقط من با لباس بیرون اومدم، لباس همینا رو کلا از تنم در نیاوردم و گفتم سریع بیام برسم. الان ساعت 9 شبه، گفتم سریع بیام برسم که بگیرمش و کارهای ادیت و ایناشو کنم، فردا واسهتون زود بذارم. بعد توضیحاتی رو اگه بخوام بدم، این یه پروژه، حالا 5 تا تیم فوتبالن که 5 تا تیم از یوتیوبرها هستن و با هم دیگه مسابقه میدن و حالا در آخر به برنده 100 میلیون جایزه میرسه. این اپیزود دومه و اپیزود اولش رو من ریاکت نرفتم چون خیلی از روش گذشته بود. اگه میخواستم شاید هم مثلا میرفتم، ولی خب تا مثلا میخواستم برم دیدم اپیزود دوم اومد، گفتم من اپیزود دوم ریاکت برم واسهتون. اپیزود اول رو اگه دوست داشتین میتونین برین از چنل خود امیر موفق ببینین و اینکه دیگه همین. بیشتر از این طولش ندم، ویدیو خودش طولانیه، با ریاکت ما هم قطعا قرار طولانی تر بشه. سعی میکنم زیر 1 ساعت بشه. بزنید بریم سراغ ویدیو. خانم و آقایان، خیلی خوش اومدید به قسمت دوم مسابقه. این تیزری بود که دیدیم. بعد مجری این قسمتش دبنیامینه. بعدش قسمت اول که دبنیامین خودش هم یه تیم داره که قسمت اول بین تیم دبنیامین و اکیپ چند نفرمون، یعنی افشار و مانیز و الیستوری و اینا بودش. بعد الان این قسمت که دبنیامین بازی نداره، خودش مجری واسطاده و امیر موفق نیستش خودش، و گزارشگرش هم که آقای اشکان شادکامیه. بزنیم بریم. مسابقه بین تیم عمو تئوری و این طرف هم تیم احسان میرزاده. یو استارز در کنار اشکان شادکامی هستیم. سلام. دو تیم عجیب و غریب قراره با هم دیگه بازی بدن. واقعا هم عجیب و غریبه. رئال سوسیسدار اصلا از اسمی که این تیم گذاشته دیگه تا تهش برو شو. ته جدول میخواد نشه. اگه بشه ته سوسیسامو نرم شما دیگه برو دیگه. شما برو. من اصلا یه حرفی ندارم. ندی که بفرما. سوسیس شما بفرما. این تیم هم نورد سایدو داریم. شمال ایران. آقا مازندران گرگان از اونجایی که چون مصطفی و احسان هستن این ور مپه، رشت این ور مپه. من کلا زیاد وارد جغرافیا نمیشم. شو کلا وارد جغرافیا نه بلد نیستم. چرا اسمشو گذاشتن؟ آقا گیلان چجوری شمال مازندران هم شماله؟ همه شمال دیگه. اگه شما اینجوری بکنی ایرانه، این همه توی ساید دوتای بالا رو ما میگیم شمال. هر چی بالای تهران شمال. مشهد هم شمال میشه. شمال شرقیم چون ما هم دیگه شماله. آقا عشق عزیز دلی 70% چون ایول منطق درست در آمد. خوزستان لرستان اینا میاد پایین میشه جنوب. نه جنوب غرب بازم 45. اونقدر فکر نمیکنم بتونن دویدنی رو انجام بدن توی بازی. تعداد گل ها زیر 5 تایی برای هر تیم به نظرم. الان تو بازی قبلی هم زیر 5 بوده، 3-3 بوده دیگه. و اونجا دفاع هم سنگین بود. اینجا نه حمله نه دفاع، یعنی به چای بریزن وسط نیمه با هم دیگه چیلی کنن، نشه‌ای بکنن. ولی من احساس میکنم نتیجه ممکنه به نظر من اختلافش زیاد بشه. من احساس میکنم رئال سوسیسدار خیلی خوب میتونه عمل کنه، چون هم آرمان رو من بازیشو دیدم، بازیش خوبه، هم عمو تئوری هم جدی بازی میکنه. جدی بازی میکنه. محمد رضا هم قیزیه. اینا هم فوتبالیست دارن دیگه. ببینیم حالا چی میشه. تتو هم دارن. تتو هم همه این روزا تتو دارن. اشکان شادکامی شما چطور؟ ما هم دارم. کجا؟ اون استاپ بگو. آقا میریم که گرم کردن تیم زرد رو ببینیم. به کول گیمر مربی به نازم کول گیمر عزیز برار گفته مشهدی ما. آب معدنی بچه آرمان داره آب معدنی رو آرمان فریق آب معدنی رو داره از کجاش باز کرده، ولی همچنان عمو تئوری ماشاءالله دنبلار خوب زده. خدایی مرغ هورمونی شده قشنگ. باد که مرغای هورمونی
سینه پره. بدنش عجیبه، از این بدناست که هر چقدر میخوره از هیکل نمیفته، فقط آره سفت پر میشه ماشاءالله. چشمش نکنه. این بازیکن شماره 5 بازیکن خطرناکیه. بله. این لژیونر مانه. و بعد یه توضیح هم بدم بهتون، توی هر تیمش 3-4 تا یوتیوبره، بقیه‌شون هم 2-3 تا بازیکن حرفه‌ای ان از تیم‌های جوانان حال استقلال، پرسپولیس و اینا. و هیچی دیگه بچهای پخش رو تصمیم گرفتن ترجیح که دادن که دیگه نداشته زیاد. باشیم. امیدوارم که تیم آقای میرزاد و میرزاد تیم حامیکیه به ناز آقای میرزاد بچه‌های بس که شما. لباس سایزش یه نفر پیدا که نشده، دستش تیشرت شکسته. خودش تنش کرده. آقای میرزاد ابوالفضل داریم. این شماره ابوالفضل 6شون من شنیدم واقعا بازیکن خوبیه. شماره 6شان من احساس میکنم پیکامی و مصطفی. چرا مصطفی اصلا کاپیتانه؟ واقعا بازی به فوتبال علت سفیدی زیاد. کاپیتان بازیکن مورد علاقه دیگه، چون خیلی سفیده. چرا رفته؟ یعنی تو پرم الان هست. منم کاپیتان بودم. نه تو قادر پولت دلار داری. آها یعنی یه علت اینا رو باید کی بهی. میگه؟ مو تو. بله من احساس میکنم که پیکامی و مصطفی نسبت به تجربه‌ای که من دارم و باهاشون بازی کردم میدونم فوتبالیست های خوبی هستن. ممنون. ممنون که تجربه های ما رو در اختیار بیا میذاری. بقیه‌اش تو بگو های شاد که مثل حال نمی‌کنی ها. نیمه اول ما باید ببینیم آقا کارت شانسی در میه. آها همین اشکان شادکامی اومد اینجا بگه نیمه اول این از پشت صحنه به ما گفتن چی به چیه. نیمه اول رو بریم با هم دیگه داشته باشیم با گزارش بی‌نظیر اشکان شادکامی. دوستان عزیز در خدمت احسان میرزاد است. دیگه من بیشتر از این زیاد سعی میکنم پاز نزنم، هم ویدیو طولانی نشه، هم اینجا خودش دیگه برنامه مجری هم داره دیگه. فقط شما منت سر ما میذارید، منم تحمل میکنید. از تیم نورد ساید. آقا احسان خیلی خوش اومدید. سلام مخلصم. من اعتراض دارم به چی اعتراض دارید؟ به همه چی این بازی اعتراض دارم. یک لباس داور زرده، تیم حریفم رنگ لباسش زرده. آرزد نامرده. به اسم تیم حریف یعنی چی؟ رال سوسیسدار یعنی چی؟ یعنی ما بابا، سوسیس ما- نداریم. بابا این مسابقه تکیه برو گم شو آرزد. این خنک همیشه خودشه. تیم ما رو متاسفانه. شما یه نگاه بنداز، 4 نفر عینکی ان که عینک رو بگیرن نمیتونن بازی کنن. راست میگه. مربیمون کتفش در رفته، یه بازیکنمون هم دستش گچ گرفته. مصطفی 3-4 بار دنده احسان عوض کرد به جای ماشین. واقعا اصلا به نمی‌دونم. آره من یوتیوب رو دستش تتو بوده حسام میرزاد. نظر من اگر که به توپ یه زنگوله وصل کنم ما گلبال بازی کنیم هم بازدهی بیشتره، هم مخاطبا فکر کنم بیشتر خوششون میاد. تشکر میکنم از احسان میرزاد. و بله در خدمت محمد رضا هستیم. محمد رضا جانم. از اون بازیکنایی که هستی که غیرتی بازی میکنی، ری جمع من میکنی، عصبانی میشی، مسابقه خیلی. برات مهمه. خیلی بی غیرتم، اصلا مسابقه برام مهم دور از نیست. جونه، دور از جونه. نه تو فوتبال واقعا. ها گفتیم این موقع الان تو کامنت ها مثلا دیوز. نه آه، حالا گفتی الان می‌نویسم. نه نه نه. نه شوخی کردم. من فوتبال خیلی برام مهمه. آره. رقابت رو خیلی دوست عمو هم دارم. خیلی غیزیه. آره. غیزی میدونی چیه؟ نه. یعنی سفت بازی میکنه. من مشهدی قروت می‌بینم چی. بو بو قروت. قروت میده باریکلا. چند درصد میبرن؟ ما نتیجه رو قروت واقعا چیه من نمیدونم، اگه کسی مشهدی هستش به ما بگه. هم پیش بینی کن. ما فکر کنم 2-0 ببریم. ان شاء الله. امید امید خدا. خدا. مرسی. باشه. خب علیرضا مطلی رو داریم اینجا. ظاهرت فوتبالیه. نگاه کارو بگی. مسابقه رو مثلا جلو بنم. بابام خیلی زندگیم تغییری نکردم. بعدش هم نشسته بودم. ولی کن ولی بیلدینگ ول نکردی. من بیشتر سعی کردم به غیر از مهارت فوتبالی روی بدن و ظاهر کار کنم. ماشاءالله. ولی خب ظاهر که زیاد تغییر نکرده ولی بدن تغییر کرده. قربونت موهامم آرایشگاه رفتم دیروز. ای بگیر. بله الان ممنونم. یکم خوابیده. امیدوارم. آره ولی در کل ما اومدیم که لذت فوتبالت به ببریم. نظرت میبری؟ نه اینجا اصلا فقط مسابقه باید ببری. اصلا اینجا نه رفاقت نه هیچ اینجا آنتن نمیده. با قرآن. چقدر احتمال میدی ببرن چند میشه؟ ببریم چند نتیجه. میشه. من چون آقا به رفیقا من چی بگم بذار بگم بگو بابا داداش. رفاقت ما اینجا نداریم. چند مساوی 2-2. ایشالله. مرسی. مصطفی مردی با پوست بسیار سفید. نه جا نداره اینجا مسابقه، درست یا نه؟ ببین اینا اومدن رو ذهن ما کار کنن بگن شولکس بازی کنیم ولی شولکس به قول نداره. داشتم آنتن نمیده. نمیده. میان میریم 6 تا بزنیم بارشون کنیم. ایشالله چند میشه نتیجه؟ 83-0. این جمله معروفت هم بگو بره. فریکی بمونه. مرسی. برای این سمت عمو تئوری ارسلان اچس محمد رضا آرزد.
یوتیوبر بودن، مربیشون هم که کول گیمر اونم یوتیوبر بود. دو تای آخری بازیکن حرفه‌ای فوتبال بودن. دروازه‌بانان بازیکن‌های حرفه‌ای فوتبالن. یه دروازه‌بان، 2 تا بازیکن حرفه‌ای. به نام خدا یه مسابقه دیگه، یه فوتبال هیجان انگیز دیگه. داور بازی عرفان براتی و بله مصطفی و عمو تئوری اومدن که زمین رو انتخاب کنن. عرفان براتی باید اون سکه شانس لعنتی رو بندازه ببینیم چی به کی میفته. شیر میشه و زمین رو اضافه زمین رو انتخاب میکنن. اگه برای ویدیوهات دنبال موزیک بدون کپی رایتی، یه خبر خوب دارم. زیگزاگ نتورک پارتنر رسمی بیل میکس. ماشاءالله. اسپانسر برنامه‌شون هم زیگزاگ نتورک. بله یک بازی شروع میشه. مصطفی بازی رو شروع میکنه. دروازه‌بان اینور استرس بسیار زیادی داره. حالا عمو تئوری میاد حمله کنه، یه باد میده و توپ خودش داره میره به سمت آرزد از اینور حمله میکنه بیهوده، فقط اونور رو شلوغ کردن. مصطفی نزدیک بود بخوره زمین. بله یه توپ دزدی بسیار زیبا به پای خود. به بازی دوستان دقت کنید و در آخرم نظرتون رو بگید که کدوم یوتیوبر و کدوم بازیکن اصلا بهتر بود. ممرضا میخوره. ممرضا یک سفتی هم بزنه نمیگیره اونور. حالا مصطفی توپو بسیار بد لو میده. اصلا بازی رو ادامه میده. خنک بازی در میاره ممرضا مثل همیشه و یه بدن بدم گذاشت آرزد اینور. داور خوشم میاد که واقعا داره خوب داوری میکنه. عرفان براتی با کتفانی باز، با بدنی آماده برای درگیری با بازیکن‌های فوتبال. حالا ماشاءالله ممرضا از این وقت توپو میگیره. رئال سوسیستار، آخه این چه تیمیه؟ بزن. آخه این چه اسمیه؟ ماشاءالله. شوت بسیار کمجون. بازی قبل بله این وقت درگیری میشه. پیکامی به زمین میخوره. بازیکن رئال سوسیستار ممرضا نشون میده که فقط به درد عدوبازی میخوره نه فوتبال. تک به تک و به اوت میزنه. پوفیوز حواست کجاست؟ دوباره بازی به جریان میفته. مصطفی دنبال توپ. مصطفی توپو میگیره. بازیکن اصلی تیمشون یعنی احسان میرزاد هنوز رو نکردن. برگه آسشون که توپو ترنوور بد میده. پیکامی مصطفی کسی که آرزو توپو راحت گرفتن ولی داور میگه اوته و داور چه حرکت قشنگی نشون میده. عرفان براتی دستشو میگیره و بلندش میکنه، نشون میده که میخواد دست بده، دست نمیده. احسان میرزاد به نشانه اعتراض به سمت نیمکت حریف اومده. لوگوی تیم رئال سوسیستار پشمام ریخت آجی، الان دیدم. احسان میرزاد بله تاثیرات ممرضا رو احسان میرزاد هم دیده میشه. حالا ضربه ایستگاهی میخواد بزنه. آرزد نشون میده که خیلی وارده با جورابای رونالدو، زیر استوکاش جوراب رونالدو پاشه، اما این توپ شک نکنین میره به اوت. گفته بودم من نوستراداموس فوتبالم، گفته بودم که این توپ به اوت میره. و بله یک کله قشنگ. عمو تئوری شلوارکش بسیار بالا کشیده و نمای خوبی من از این ور ندارم. توپ به ممرضا آمد یه کاری کرد که خودش هم نفهمید ولی کار قشنگی بود. خودش هم نفهمید ولی حرکت قشنگی بود، ما پذیرفتیم. و بله از این ور ممرضا دفاع رو پرس کردن، یعنی از بالا پرس شکسته میشه یا نه. آرزه جلوی توپ قرار میگیره، دو نفر رو ور میداره از سر راه. متلی اینجا نشون میده که ما اگه به جاست یه دونه سیبل میذاشتیم بهتر بود. حالا یاسین با مرونای سفید رو زدن. یا امام رضا یاسین رو زدن، خدا لعنتش کنه. هر کی رو میزنین یاسین رو نزنین. بازیکن مورد علاقه گزارشگر رو زدن. هرگز من نمیبخشم این رفتار رو. خدا لعنتت کنه عمو تئوری.
چرا یاسینو زدی؟ یاسین خط قرمزه هر دو تیمه به علت رونای سفید و موهای بلند و زیبا. این بازیکن رو ما از خود ریو د ژانیرو آوردیم. حالا باسن مصطفی رو به دوربیناست. مصطفی با این باسن میخواد حالا میخوایم ببینیم هنوز گل نزده خوشحالی میکنه. طرفدارا مثل که حالا قنبل عمو طاهری رو به توپ قنبل دفنس میکنه و این یه حرکت بسیار هوشمندانه بود. سیاست قنبل حواس تیم حریف رو پرت کرد با باسنش و توپ به اوت رفت. آقا داستان این توپ‌های پلاستیکی اگه اپیزود اول ندیدین 6 تا کارت شانس هست تو بازی که حالا الان خودتون میبینین هر کدوم هر تیم 2 یا 3 بار میتونه در طول بازی 3 بار استفاده میکنه و حالا کارت شانس هم مدتشون 3 دقیقه است. الان خودتون میبینین. توپ انداخت. بله کول گیمر یوسف کول گیمر از توپ شانس استفاده میکنه به علت اینکه بهترین مربی دنیای تنها علتش مشهدی بودنشه. بله کول گیمر میاد وسط دستاشو لاتی باز میکنه و توپ شانس رو میندازه. مگه از ما همیه نمخین هم نیست. توپ شانس رو یوسف میندازه وسط. یوسف کارت شانس رو در بیار به امام رضا متفصل. دابل گل به مدت 3 دقیقه. رئال سوسیستار هر گلی که بزنن 2 تا حساب میشه. خدا دونه دونتون رو لعنت کنه با این اسمتون. آخه این چه اسمیه؟ رئال سوسیستارها از این لحظه هر گلشون 2 تا حساب میشه. محمد رضا نشون میده که بله سوسیس هم داره. بله میریم برای ادامه بازی. مصطفی برای کورنر 1 سانت خوب میکنه. یاسین نزدیک بود که کاری که باید رو انجام بده. حالا متلی حکم تیرک رو داره تو این بازی میکنه. متلی کجایی؟ بیا به دفاع. یوسف از اون زمین داره کوچ میکنه. پیکامی محمد رضا یه توپ دوزی قشنگ باید پاس بده. پاسو داد تک به تک دروازه‌بان رد میکنه و وای میتونست استفاده کنه از این فرصت اما نشد. بازیکن بسیار پرقدرت و پر جنب و جوش این شماره 5 یاسین با رونهای بسیار سفید با قد و قامت بلند. حالا بازیکن مصدوم میارن ولی چه پاس تخماتیکی میده این بازیکن مصدوم. پاس به گلر میده عمو طاهری نشون میده. محمد رضا نزدیک بود چه کار بکنی که نشد. حواسش هست به ما. محمد رضا نزدیک بود با اون موهای شبیه پویولش یه گل زیبای پویولی بزنه اما متاسفانه نشد. محمد رضا انرژی دوچندان میگیره اومد که یک توپ دزدی خوب بکنه از یه بازیکن فوتبال حرفه‌ای. محمد رضا نشون داده که دیگه این دفعه طاقت باخت مثل گل کوچیکا نداره. راحت دفاع کرد رد شد. آرزد اونور تیم زرد خوب داره دفاع میکنه اما بیش از حد دارن انرژی میذارن. باید یکم سیو کنن. گل چه گلی میزنن. حاجی واقعا خیلی باحال. آقا اشکال نداره. ما هنوز چه گلی میزنه این بازیکن. گل. پیکامی چه گلی میزنه. باریکلا با قد و قامتی شبیه مسی با رخی شبیه مسی یه گلی میزنه که حتی مسی هم شاید نتونه بزنه. البته مسی میتونه بزنه. مسی متاسفانه میتونه بزنه. بله آرماند فریک میاد تو بازی و محمد رضا از بازی به بیرون میره و تیرش زده میشه. حالا آرزد از این بر آرماند فریک یک پاس خوب میده. این بازیکن شماره 5 بازیکن با استعدادیه. از اون بازیکنه که کتک بخوره مصدوم بشه همچنان خواهد دوید. خوشم میاد ازش. از این بازیکن خوشم میاد. حالا دروازه‌بان اونورم قد و قامتی بسیار زیبا داره. یاسین از اول بازی چیز خاصی ازش ندیدیم با اینکه یک فوتبالیست حرفه‌ای بیشتر از اینا ازش توقع داریم با اون روناش.
یه سانت زیبا، مرسی گلر گلر! میاد بیرون، مرسی گلر گلر! جفت مچ میکنه، یک شوت زیبا، مرسی. یک شوت زیبا. باری کلا به این فوتبالیست، باری کلا. تو دیوار برگشته شده است. بله و دوباره جفت دست میزنه با توپو دور میکنه کاپیتان تیم نورد ساید. آره. یک تیم از شمال و یک تیم از جب شوتی زد یاسین شوت مصطفی چه گلی میزنه، چه سوتی بدی دادن تو دفاع، دومی هم خوردن. چه گلی میزنه، قنبل به قنبل میکنه با احسان میرزاد. باریکلا با هیکلی که شبیه هرچی از جز ورزشکار گل میکاره. باریکلا سجده یاسین چه کار کردی. مصطفی اینجا قدرت نمایی میکنه 2-0. خیلی بد عمل کردن تو دفاع، خیلی گلزایی. با اینکه اونا برگه شانس گذاشتن اما شانس بهشون رو نکرد. خدای من، پس کی قراره توپ شانس شمالیا رو ببینیم. داور ما توپ بخونیم. بازی تو دو تا تایم 15 دقیقه سرجم نیم ساعت، الان 10 دقیقه از نیمه اول رفت. 2-0 رئال سوسیساشون به خودشون فرو رفت. این کجاست پس اون سوسیس؟ توپ شانس به وسط بازی اومده. احسان میرزاد داره نقش کوچ بازی میکنه تا حامی با دست آسیب دیده. مصطفی چه توپگیری میکنه. یا خدا چه گلی میزنه این مصطفی. چه کار کرد. احسان میرزاد کنده رو میکشه ولی کونش هم دیده میشه. احسان میرزاد کنده بازی در میاره، یعنی بازی با کون بگذاریم. عجب گلی بود. مصطفی زیبا بازی کردی، مصطفی رعنا بازی کردی. ما از تو توقع نداشتیم ولی تو استاد این بازی شدی. مصطفی قبل بازی گفت که میخواد استقلال بازی کنه ولی ما جدیش نگرفته بودیم. آقایون مربی استقلال نگاه ویژه‌ای به غیر از پایین تنه مصطفی به بازیش داشته باشید. آی احسان میرزاد شوت اوتو در میاره. عجب رخی، عجب کارتی. شوت اوتو در میاره، یعنی به مدت 10 ثانیه یه بازیکن میتونه با این هم یکی دیگه از کارتاشه که آره یه تک به تک 10 ثانیه‌ای دروازه‌بان تک به تک باشه. دروازه‌بان اینور استرسش بسیار بالاست، از چشماش میبینیم. با اینکه بازیکن لیگ برتر جوانان داریم ما اینجا ولی سطح استرس بازیکن‌ها بسیار بالاست. یعنی شما اینجا در نظر داشته باشید که یوتیوبرای ما دارن در مقابل بهترینا بازی میکنن. مصطفی میره برای هتریک. مصطفی هتریک کن، لطفاً هتریک کن. هتریک میکنه این مصطفی. داره چه کار میکنه. 12 دقیقه 4 تا زدن. یا خدا، یوتیوبری رو بذار کنار، تو در فوتبال بهترینی. چه کار میکنه این مصطفی با هیکلی که به هیچ ورزشی نخورد، تمام ورزشکارا رو شکست داد. واقعا حالا کوین نباشه میگم واقعا. مصطفی تو چه کار کردی؟ احسان میرزاد وسط بازی. احسان میرزاد جیمی جامپ شبیه همه چی از جز فوتبالیست. کنار زمین مربی جیمی جامپ میشه ولی فوتبالیست میاد. مستر فشار وارد بازی میشه. اومد که در کنار یار دیرینش که هتریک کرده اونم قدرت نمایی کنه. احسان مردیه که حتی ما شماره‌ای براش نتونستیم پیدا کنیم چون اون بی نهایت شماره داره. آها 2 دقیقه آخر هر نیمه هم تاس میندازن، تاس هر عددی بیاد اون 2 دقیقه آخر رو باید با همون تعداد بازی کنن. و بله تاس 2 نفر بازیکن میشن، یه دونه دروازه‌بان. تو انداختن 2 دقیقه آخر نیمه اول بود. بعد تاس بندازیم، فقط 2 نفر میتونن تو بازی باشن. احسان میرزاد خودش به تنهایی 2 نفر حساب میشه. احسان میرزاد حتی کلاهش در نیاورد، یعنی میگه 2 نفر هم حتما باید یوتیوبر باشن، بازیکن حرفه‌ای نمیتونن.
بردن سوسیسدارها نیازی نیست، ما تو کلام دریارو منتظریم شروع بشه. بله شروع میشه. استارت آرماند فریک. احسان یکم دیر رسید. آرزد از اون ور. احسان چه دفاعی میکنه. احسان مصطفی رو زدن. بازیکن استقلال به زمین افتاد. خدای من این چه کاری بود. درست هتریک کرده اما نباید بهش آسیب بزنی. میگه برو. حالا آرماند فریک نزدیکه، میخواد توپو بگیره، بدن میندازه، مصطفی توپو لو میده. احسان از اون ور آماده ای که بکاپ پر کنه. یه پاس زیبا، دروازه‌بان داره خوب نقاطو پر میکنه و به اوت. ما توقع بیشتری داشتیم. تیم حریف با اینکه وزن بسیاری دارن اما غیرتشون هم همونقدر بالای غیرت مازندرانیشون رو دارن به رخ میکشونن. احسان مصطفی باریکلا. احسان باید دو خمو بگیره. احسان عقب میمونه. احسان فشار بخوره بدو. حالا میدوه و بازی کلا به دروازه‌بان. مصطفی دروازه رو پر کرده. دارن چیکار میکنه؟ مصطفی یا خدا اومد که خودشو ستاره بکنه و نشد. اومد که قدرت نمایی بکنه و نشد. حالا از این ور ممرزا میخواد شوت بزنه. احسان رو رد میکنه. فریک و بله 3-1 هامی کیین تعویض میکنه. هامی کیین تعویض میکنه. ولی تیم زرد کلا من احساس میکنم بهتر نتیجه بگیره. از نظر منم بد بازی نکردم ولی خیلی گلای داری. خسته نکن خودتو، یه بازی دیگه داریم. جلویم، چرا داری تو زمین میمونی؟ ستاره تو خسته شد. ببینیم تا پایانی چه اتفاقی میفته. ببخشید عذرخواهی میکنم 4-1 میشه این بازی. متلی میاد یه لایی بندازه ولی نمیتونه. پیکامی از این ور یه توپ دوزی زیبا باریکلا با قد و قامتی شبیه مسی، با استایل شبیه مسی. اگه این پاسش میرسید تموم میشد. تعویضای به موقع کردن. دروازه‌بان میاد جلو. دروازه‌بان به درد دعوام میخوره با این استایل. حالا از این بعد دروازه‌بان یه شوت میزنه. آرزه تک به تک 4-2 میشه یا نه؟ دروازه‌بان چه قدرت نمایی کرد ولی نشد. متلی از این بعد متلی وای آرزد حتی کلش گذاشت جلوی توپ گل نخورد. آرزد 4-2 میشه نه؟ بله 4-2 به دیدار نیمه دوم میریم. عرفان براتی با کتای باز با اعصابی خورد و با کله‌ای با استایل بوکسوری توی سوت میدمه. دیدی گفتم اشکال شادکامی چه گزارش عجیب غریبی می‌کردی اونجا. کلا عجیب غریبم. آها یعنی میدم یه سری حرفا می‌زنی. گزارشگرم، هیترم، ربطی اصلا به فوتبال نداشت. آقا نمیدونم چی شد، تصویرمون قطع شد. بزنیم بریم سراغ ادامش. زیاد فوتبالی هم نیستن مخاطبین ما، آمدن که هیت بدم ما. هیت تو ترش کننده هیت. آره من از همینجا از همه مردم خواهش می‌کنم که آقا لطفاً به هیچ کس هیت ندید، حتی کسی که ازش متنفری. به مو هیت بده نسه. به تو هیت بده. آره تو با هیت هیچ مشکلی از دماغم، پیشونیم، گوشام. دماغت واقعا بزرگه. خیلی حاجی. جلو دید خودم هم گرفته بود، بعد صحنه نمیتونم گزارش کنم. دیدی برام مهم نیست. هیچ اصلا برام مهم نیست. اینقدر از بچگی خانواده‌ام تحقیرم کردن دیگه بولت پروف شدم. بولت پروف برای مشهدی خیلی کلمه سنگینی بود. آره واقعا. کیلو چاق بود. مصطفی هتریک کرد. واقعا رونای سفید علت کاپیتان شدنش مثل نبود. واقعا ما متوجه شدیم که تو گزارش به ما گفت آرزوم بازیکن استقلالم. چی؟ به ما گفت که بازیکن استقلال قراره بشه. آرزوم بازیکن استقلالم. آقا تو مشهدی اینجوری میگن. به خدا دوستان مشهدی کامنت بذارید شما اینجوری حرف میزنید در شادکامی هر چی میگه میچسبونه به مشهدی. آقا بگل خیلی قبوله. که تو دیدن میخوای مو چشم بپره. 3 تا نان لایت گذاشتن رو صورت مو. چیه گذاشتن؟ نان لایت. 3 تا فورزا. مارکش همه چیزو داری غلط میگی شادکامی. تاس 2 افتاد. تاس هم 2. ولی 2 میفته اصلا جنگاوری به واقعا قشنگ ترین بازیایی که تاس 2 میفته.
واقعا من دوست دارم تا آخر این تورنمنت تاس 2 1 3 4 مسخره است. 4 دیگه میشه همون ما خودمون یه تاس 4 آوردیم باخت. به خاطر همین به نظرم مسخره. ما بابا بزرگم تخت باز مساوی کردیم. بابا بزرگم تخت باز. چی میگفت بابا بزرگ؟ تاس منداخت 6 جفت 6. نه لاشی تقلب میکرد خدا بیامرز. البته نباید میگفتم خدا بیامرز. دوستان یک دقیقه سکوت میکنیم به احترام پدر بزرگ آقای شادکامی. از 6 تا زن بچه داشت. به امام رضا قسم. داشت بازی فوتباله. احسان میرزا شما برو نیمه دوم گزارش کن، ما یک دقیقه سکوت میکنیم به حرمت آقای پدر بزرگ زنبازم. همین که ایشون گفت نیمه دوم رو چرا آخه اینا رو میگی؟ نیمه دوم با شما در رشته کلام پاره شد. بله نیمه دوم شروع میشه. ارسلان HS یوتیوبر عزیزمون قراره بازی رو شروع کنه. قرار نیمه دوم خوبی داشته باشیم. ترکیب 1-3-1 مصطفی از بازی رفته بیرون. اینور متلی رو داریم، رامین با رونای سفید، پیکامی یه سانت زیبا میکنه، از اینور به اوت میره الکی. احسان میرزاد از اون ور میخواد تو پلاستیکی رو وارد بازی بکنه. از این ور توپو برمیگردونه به دفاع، توپو میده دروازه‌بان، یه پاس میده آرزد، عجب استوپ خوبی میکنه، تکل بدی میزنه با اون دست شکسته است، مثل اینکه دست داره اون دست دیگه‌ش هم بشکنه. در فوتبال هی به معنی خطا بود داوره. توپ پلاستیکی جلد نشده رو پرت میکنه به وسط بازی. باید بیان وسط کارت شانس بکشن. باید بیاد وسط کارت شانس بکشه. بله آقا بله. احسان میرزاد وسطه به میانه میدان میاد برای کشیدن کارت شانس. آیا شانس با کی یار خواهد بود؟ چه کارتی از اون 6 کارت؟ چه کارتی از اون 6 کارت قرار اینجا شوت اوت که نیست؟ چه کارتیه آی داور؟ کارتو در بیار احسان، کارت ما رو در آوردی. استار پلیر. یه بازیکن رو میتونن انتخاب کنن و اون بازیکن اگر گل بزنه گلش 2 تا حساب میشه، یعنی نتیجه 4-2 میشه 6-2 اگر اون بازیکنی که انتخاب میکنن گل بزنه. شماره 10 بازیکن اعلام شده کیه؟ داور باید به ما نشون بده. بازیکن اعلام شده کیه آقای داور؟ استار پلیر اعلام میکنه که یاسین استار پلیره. اینور آرزاد یا شوت پاور شوت میزنه تو اوت. یاسین استار پلیر. یاسین الان استار پلیر نیست، از اول برای من استار پلیر بوده. یاسین توپو میگیره استار پلیر. تو رو خدا گلتو بزن خواهش میکنم ازت. پیکامی مسی یه لگدم به رون آرزد میزنه، خودش خورد زمین پاشو گم شو. من رضا برو گم شو، خودت خوردی زمین. ولی اینجا خدا اون پا رو بشکنه که یاسینو میزنه، خدا اون پا رو هر رو زمین ور داره که یاسینو میزنه. این چه کاری بود؟ و اینو به شما بگم یاسین اگه 3 دقیقه گل بزنه 2 تا حساب میشه، 3 دقیقه تموم بشه به حالت عادی برمیگرده. یاسین میخواد از همینجا روبرتو کارلوسی شوت بزنه، ولی من به شما قول میدم که این شوت ریده میشه توش، چون باید با پاسکاری بریم جلو. از اینجا با شوت فایده ای نداره. بهتون گفته بودم یاسین با اینکه بازیکن مورد علاقه منه، نه به خاطر تکنیک بازیش، به خاطر تکنیک آفرینشش. بده به ارسلان. حالا محمدرضا اینجا پاس میده به ارسلان HS پاس بدی میده به عقب. حالا این بازیکن میخواد یه ضد حمله رقم بزنن، برو که میتونی، یه شوت زیبا از بیرون. نه این گست گل های موفق، این گست گل بود، از بیرون وارد دروازه شد و حساب نشد آقای موفق. این گل حساب نشد. بله سانت میکنه دروازه‌بان. این بازیکنی که به درد همه چی میخوره جز دروازه‌بانی چه کار داری میکنی؟ کرنر میده ارسلان چس زیرو خالی کرد، خطا کرد. عرفان عصبانی میشه داور ما. سیاه چرده نیست ولی اعصابش خورده. پاسو میندازه محمدرضا. هن
داور میگه سیکتیر نیست، هرچی من بگمه. از این ور یاسین وای خدای من، یاسین به زمین خورد. خدای من این چه مصیبتی بود. کاش آرزت به زمین بخوره ولی یاسین نه. بله از اون ور بازی مجددا شروع میشه. دروازه‌بان واکاشی زوما با دستی شکست ساند میکنه برای یاسین، ولی بیشتر به باکسای بغل سالن پاس داد تا به یاسین. شروع مجدد از دروازه‌بانی که استرس در چهرش نمایانه، میخواد مجددا شروع کنه. کول گیمر میگه پاشو تعویض کن، ولی کسی به دست حرفش گوش نمیده. چه کله‌ای زد، این دیگه هد نبود، این کله بود. میگه بده به من، داد بهش. حالا عمو تئوری مافیا رو، اینجا مافیا بازی نیست، اینجا بازی فوتباله، باید گل بزنی. توپ دوباره از اون ور به اوت میره. نسبت به نیمه اول نیمه سردتری رو داریم، اما دوستان عزیز خاصیت مسابقات یو اس آرز همینه که فوتبالیه که هر لحظهش یه اتفاق خاص میفته. در بازی قبلی هم 2-0 فقط بودن اما یک دفعه رسیدن. پیکامی از این ور با استایلی شبیه مسی جفتک میندازه و خودش میره توی اوت. متاسفانه موفقیت آمیز نبود، یه جفتک الکی انداخت فقط. حالا از اون ور بازیکنان تیم زیبا میخواست لایه بزن. خطا حتی کارت هم میتونه بده. یوسف از مشهد تو پلاستیکی رو ول داد. یوسف کارت شانسش در میاره. ابوالفضل بیا، از اینجا هم شده شوت بزن، میخوره. الان پنالتی در میارم. اینجا هیچ اعتراضی به داور وارد نیست، داور تنگ حرفیه، داره حرف گوش. یوسف از مشهد به لطف امام رضا یک کارت خوب دریار. یوسف دقت کن. ساسپنشن یه دین از بازیکنهای حریف باید سکیرشو بزنه. متاسفانه منظوری که یکیشو این کارت چهارم بود، کارتای قبلی هم که دیدین 2 تا کارت باقی موندم، یکیش پنالتیه، یکی هم میتونن بازیکن اضافه کنن به تیم خودشون. این کم میکردن و میتونن اضافه کنن. از بازی بره بیرون. عذرخواهی میکنم. چرا هر کدومو دلش بخواد میتونه پرت کنه بیرون. ما اصلا اعتراض نمیپذیریم، انتقاد هم نمیپذیریم، اصلا ما حرفی رو گوش نمیدیم. هر کیو دلمون بخواد پرت میکنیم بیرون. یاسین با رونای سفید از اخراج اخراج میشه. به مدت 3 دقیقه یاسین از بازی باید بره بیرون. این کارت شانس کارتی بود که برای اولین بار در این مسابقه بیرون اومد و یاسین باید مدت 3 دقیقه از بازی بره بیرون و عرفان براتی باید تایم بگیره. خطا رو شروع مجدد میخواد انجام بده. عرفان براتی باید تو سود خودش میدمه و از این ور میخواد دوباره شروع کنه. پاس به عقب میده به مرد دست شکسته. مرد در شکسته جدی بازی میکنه. این بالا رو نگاه میکنه. 1 سانت زیبا برای پیکامی. مسی درونش میخواد یه پاس زیبا تو. وای نشد. خدایا قرار بود این توپ گل بشه ولی نشد. یه پاس زیبا میده پیکامی. میگم که مسی تو روح این بچه زاده شده. دوباره یه بک خیلی قشنگ میزنه. چه سانتی میکنه به خدا که لیگ برتر اینجوری بازی نمیکنن. بدن درستی گذاشت، خطا نیست. چه لایه انداخت. یا خدا دوباره اتوبان صدر رو افتتاح میکنه. این بازیکن دوباره افتتاح میکنه. همت شرق و به غرب بس میکنه. عمو تئوری بیشتر فیگور جفازو میگیره تا فوتبال. شانسی مسخره کرد و خودش خورد زمین. ارسلان اچ بهترین پاسا رو میده ولی به بازیکنان تیم حریف. بهترین پاسا به حریف و همیشه گل. وای چه توپی رو گرفت. باری کلا به اون دروازه‌بان. باری کلا. قنبل عمو تئوری قنبل دفنس میکنه تو این بازی. واقعا باسن به این بزرگی خط دفاعی خوبیه. ماشاءالله. باید ایشون بعد جنیفر لوپز این باسن رو بیمه کنه. شروالی خودشو خوب میتونه تو باسنشون نشون بده. میریم سراغ پلیرای بعد. درخواست سانت میکنه. باری کلا دست شکسته چه کله‌ای میزنه ولی انجام نمیشه. دست شکسته باید برگرده. باری کلا چه 1-2 با خودش. دست شکسته هر بار ما ازش تعریف کردیم رید متاسفانه ولی این دفعه تو به اوت میره. متلی یک تعویض داشتیم.
ممرزا میاد، امیدوارم خنک بازیاشو بذاره کنار به فوتبال از شما به این بازیکن تعریف کرده بودم، از شما در مورد این بازیکن بهتون گفته بودم. گل خوشگلی زد، کله رو بد زد، یعنی رسما اناق جلوش، ولی گل هم خوشگل بود. یکی دیگه بزنم بازی برابر میشه. گفته بودم که اومده که این بازی رو تموم کنه، گفته بودم که این بچه چهرهش سختی کشیده، از اوناست که خسته نمیشه و تا لحظه آخر میدوه. بازی شد 4-3. امیر موفق نتیجه چه خواهد شد منم نمیدونم، تو هم نمیدونی، اما هر دومون اینجا استرس داریم. دست شکست آمد، یه دونه کشویی بندازه نشد. شوت بیفایده ای بود، شوت بیفایده ای بود، شوت بیفایده ای بود. سه دقیقه هنوز تمام نشده، 30 ثانیه دیگه یاسین باید بیاد توی بازی. آرماند فریک خوب داره عمل میکنه، از سمت راست وارد میشه، یه ضربه بهش میزنن ولی همچنان داره میره، تکلم میزنن دیگه، زیاده روی کرد. صد مصطفی صدی نیست که به همین راحتی بگذنه، صد لطیان این مصطفی ولی از شمال، الکی نیست که شمال آب دریای خزر رو پشت خودش نگه داشته. حرفا داره برای گفتن این مصطفی. فکرشو نمی‌کردن که با این استایل همچین بازی قوی از خودش نشون بده. اومده که گل جدیدو بزنه. یاسین با رونای سفید بعد از 3 دقیقه دوباره برگشت و ساسپنشن دیگه تمام شد و الان بازیکن جدید وارد بازی شد. ارسلان اچ از سمت راست یه پاس خوب، میگه محمد بیا، ولی محمد خوب نیامد، پاس خوبی نداد. عمو تئوری میگه یک لحظه واسا، پاس میده به فریک، فریکی پاس خوب برمیگردونه به خود عمو تئوری، وقت شوت دیدنه. عمو تئوری نشون میده هیچ رفاقتی با تیم حریف نداره و تماما خوشحالی میکنه. عمو تئوری نشون میده اون همسترینگ قوی قدرت شوت بالایی هم داره. قدرت نمایی کرد عمو تئوری، باری کلا. عمو تئوری نشون داد جز فیگور میتونه ضربه های خوبی هم بزنه. بازیکن شماره 5 بهتون گفته بودم پرتلاشه، ببینین حتی نفس نمیزنه، آماده ای که 20 دقیقه دیگه هم بدوه. بازیکنان تیم مشکی رویشون از دست دادن، پیکامی اما همچنان پرتلاشه. عمو تئوری دیگه بازی برای جدی شد، ببینید که چقدر میتونه موقعیت فرق کنه. 4-0 که تبدیل به 4-4 بشه، حالا که دیگه پیچ بسته میشه. چه شوت زیبایی، خوب باز میکنن بچه‌ها، ریبری تور کار میکنن، از بیرون میکشونن تو میزنن. چقدر زمان به تاس مونده، کمک داور ما امیر آقا باید تاس رو بیار بندازه. دست شکسته، دست شکسته، با اینکه دستش شکسته بازم هند داد. ما سوالم اینه که دیگه پس چیکار می‌خوای بکنی؟ ساند کن ساند. ابوالفضل هند میده متاسفانه. ارسلان اچ اس آمد جلو، مصطفی لاشی بازی در آورد، زیاد از حد آمد جلو. بله ما اینجا رفیقامون هم میکوبیم، اینجا ما با کسی شوخی نداریم، گزارشگر بیرحمه. باری کلا آرماند فریک هم داره جدی بازی میکنه. ما خوشمون میاد که بازی جدی و جدی‌تر بشه و زیبایی هرچه تمام‌تر. بازیکن شماره 11 پاس میده به بازیکن مورد علاقه من شماره 5 شعیب، یه برگردون میزنه. شعیب فکر میکنه دیگه فقط گلا رو باید برگردون بزنه. شعیب چه کار میکنی؟ نتیجه 4-4. بیا این دفعه. یاسین خطا، یاسین به زمین میخوره، یاسین به زمین میخوره و دروازه‌بان نامرد یاسین از زمین بلند کرد. خب چرا زدیش زمین پس؟ عمو تئوری میگه ریدم تو دفاعتون، زیاد از دفاع مثل که راضی نیست و به بازیکنان خودش دشنام میده. متاسفانه فکر میکنه اینجا مافیای هرچی بخواد میتونه بگه. امیدوارم که داور ما یه دونه چه پاس به عقب بدی میده، چه دریبل خوبی میکنه ابوالفضل، ولی بازم تو بعد دست میده، باید بزنه بالا. الان وقت تو، بله و عرضه باید پاسو بده، تمامش میتونست بکنه. شعیب باید تمومش میکردی، شعیب باید تمومش میکردی. یاسین از این ور یک تازی میکنه، بازیکن بسیار بلند قامتیه. عمو تئوری یه جفت بازو از پشت میگیره و یاسین رو میده به اوت.
پس کی تاسو میخوای بندازی؟ امیر تاسو بنداز، هنوز نیمه دوم تموم نشده. کول گیمر آب میخوره انقدر استرس داره. و بله کمک داور ما وقت تاس انداختنشونه. من مرزا اونور از نتیجه بازی راضی نیست، فکر میکرد که میتونم ببازم، ولی کول گیمر راضیه. عدد 4 اومد روی تاس و یه بازیکن باید جابجا بشه. به نام خدا و شروع میشه. با سرعت میدوه، یه لایه خواهد بزنه و توپو میگیره. ممرزا از این ور پا تو پا میکنه با پیکامی، پا تو پا میکنه با پیکامی و توپ آوت میره. آرمد فیری کسیه که شوخی توی بازیش نداره، کاملا جدیه، باید اوتو با دست بندازه، حواسش نبود. نمیتونه توپو بگیره، پیکامی میندازه بالا به زیبایی، هرچه تمومتر عمو تئوری استوب میکنه. اومدن که ببرن. روحیه جنگنده عمو تئوری و ممرزا فوق‌العاده. عمو بیا آقا. از اوت شروع میشه. مصطفی میخواد برای احسان سانت کنه. عمو تئوری بازی رو داره مجددا شروع میکنه. دروازه‌بان میندازه بالا، پیکامی میخوره زمین. مسی به زمین میخوره. با پا میگه بنداز بالا، با پا داداش. یه دونه با دست میندازه بالا، یه دونه با دست میندازه بالا. آرمند فیریگی ور میتونه شوت بزنه اما شوت نمیزنه. ممرزا میخواد شوت بزنه، شوت نمیزنه. عمو تئوری تو با دست نمیدن. 2 دقیقه الان تموم میشه و مساوی به رختکن میرن. خطا میگیره، خطا میگیره. ممرزا رو زمین میفته و خطا گرفته میشه. هامی کیم داره از بیرون کوچ میکنه، کتفش هم عمل کرده، خودش نتونسته بیاد توی بازی. عمو تئوری پاس میده به دروازه‌بان اونور یه نفر رو زمین افتاده. ارسلان فکر کنم تاندونش از بین رفت. متاسفانه صورت ارسلان رو ما از دست دادیم. اولین یوتیوبر با ماسک ما قراره باشه. و بله دکتر وارد زمین میشه. دکتر خیلی ریلکسه و داره پوفیوز میخنده. این چه خنده نداره. ما بازیکنمون داره از دست میره. بابا کی رو زده؟ دکتر آمد گفت کی وسط مشکل داره، همه مشکل‌ها خوب شد. من نشون داد که این خندش درسته. ما نمیدونیم این اسپری بی‌حسیه یا چیه. اسپری گرم کننده یا بی‌حسی. دکتر از اسپریای خودش آورده. تشکر میکنم از دکتر، حضورش تو زمین باعث دلگرمی بود. دروازه‌بان میاد جلو، جفت مشت میکنه. عمو تئوری با پشتی عظیم ممرزا رو خطا نبود، بازی تموم شد. داور در سوت میدم و بازی 4-4 به پایان میرسه. تشکر میکنم که دیدین، از کامنتاتون ما را هرگز محروم نکنین. بریم سراغ مصاحبه. آقا خوب بودید، شانس نداشتین. کمی بعد میزدین زیرش، میزدیم ماه تونتون میزدیم، یکیش گل میشد. او دعوا کارت قرمز دادی؟ آره خوب بودی. کارت قرمز اصلا تا حالا نشده که یک تورنمنت 2 بازی اولش هی مساوی بشه، همش هم دقایق پایانی گل مساوی. نسیخ راست میگه. چیز شد، نه کباب نسیخ شد کباب. باری کلا مدارس خوب رفتی ها. خیمالی همه کلاس ها رفتی. انتقاد دارم به آقای حامی کیم. مصطفی تو نیمه اول 3 تا گل زد، چرا تو نیمه دوم اصلا بازی نداد بهش؟ به خاطری که بازیکن‌ها حواسشون از پشت مصطفی پرت میشد. خب خوبه دیگه. نه دیگه دفاع نمیتونستن بکنن. 3-2 جلو بودن، همون رو میومدن. اگه نیمه قبل همون نتیجه نیمه قبل رو میگرفتن میشد 6-4. خب همیشه نمیتونی دفاع کنی. پرفورمنسشون اومد پایین. افیجنسی. ولی اونور هم واقعا خوب بازی کردن، یه کامبک بی‌نظیر داشتن. بله احسان آوردن اینور. احسان چی؟ احسان میرزاد. خب خوب بازی کرد.
نگفتی آوردن این ور؟ نه آوردن تو اما از بازی. اول همین ور. نه تو بازی منظور. بله ببین چه خوبه این پل طبیعت مانیتور من. آقای موفق وقتی حقوقا رو به موقع پرداخت نمیکنن بعد ما میگن به چی هیت میدی. من واقعا نمیدونم. ما هم نمیدونم. الان باید چیکار کنیم؟ الان در مورد بازی خیلی هیجان در انگیزه. مورد بازی دیدی گلدون زیر 5 گل میخوره کاش باید بت بکنه. 4 شد اصلا. ما ولی با تو بت کنم که میدونی ضریب 1 به 20. تو ببری $1 ما ببرم $20. آی موفق این چه وضعیتشه؟ وضعیت پل طبیعت تهران حتما سر بزنن تو آخرش میری خودت میندازی پایین. واقعا من نمیدونم اینجا داره چه اتفاقی میفته. دوستان مرسی که بازی دوم رو هم در کنار ما و این کراوات منه دوست عزیز. بذار میخوام واسه قسمت بعدی استفاده کنم لطفا دست نزن. پول شخصیت نمیاره. ممنونم که قسمت جدولو داریم میبینین که نورت ساید و رئال سوسیستار الان با هم دیگه بازی کردن. اسکای بلو تیم بنیامینه که چند نفرمونم که گفتم استورمو نمیدونم کیان. بازی بعدی حتما یکی از تیم‌ها استورمه اگه اشتباه نکنم. کجا رفت داداش؟ دوم در کنار ما بودید. 4-4 رئال مساوی. سوسیستار و شمال 2-4 مساوی. هر تیم یک امتیاز. الان جدول خیلی عجیبه. 4 تیم عجیبیه. یه امتیازن، یه تیم 0 امتیازه. چرا اون تیم 0 چون باخته؟ نه چون بازی نداشت. مرسی از اینکه دیدید. میریم سراغ قسمت بعدی. پرداختی ها که پرداختی ها رو موفق نمیدونم کی میزنه. اشکان شادکامی کلا عاشق اینه که وسط گزارش و صحبت و مصاحبه بره. خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا دیدید. قسمت سوم بازی امیر موفق در برابره بخشید در اوه راست میگه تیم خود امیر موفق هم هستش. اکیپ چند نفرمون افشارینا. امیدوارم که یه بازی خوب باشه. لاشیای درم بستن. خدا نگهدار. مرسی این ویدیو رو تا اینجا دیدید. خب بچه‌ها خیلی ممنون ازتون که تا اینجا ویدیو هم رو ما بودیم. منم دیگه الان برم سراغ ادیت ویدیو و تامنیل آماده کردنش و اینا که فردا صبح نمیدونم 12 اینا ویدیو رو واسهتون آپلود کنم. بگین اگه دوست داشتین دوباره به قسمت بعدیش ریاکت بریم یا نه. اگه علاقه داشته باشید تو فکرم بود قبل از اینکه ببینم میگفتم صداشو قطع کنم خودم گزارش کنم واسهتون، ولی دیدم من هرچه آدم خوب گزارش کنم مثل اشکان نمیتونم. بعد گفتم اگه دوست دارید فقط ریاکت میریم بهش. بعد همین دیگه، بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. خیلی مخلصیم. فعلا تا ویدیوی بعدی.